بافت این کیک رو ببینید، فوق‌العاده نرم، مرطوب و شکلاتیه. امروز قراره با هم یک کیک شکلاتی خیس درست کنیم که طعمش از خیلی از کیک‌های کافی شاپی هم بهتره. پس بریم سراغ آماده سازی مواد. در ابتدا زرده و سفیده رو از هم جدا می‌کنیم بدون اینکه کوچکترین مقدار ذره‌ای در سفیده ها ترکیب بشه، چون باعث میشه سفیده پف نکنه. پس سفیده رو به همراه نیمی از شکر هم میزنیم به مدت 5 دقیقه تا به صورت ابری شکل بشه و از ظرف نریزه بیرون. پس به هم زدن ادامه میدیم. و یک نکته مهم، شما که با همزن دستی معمولی میخواین هم بزنین، حتما از یک جهت و به صورت دورانی هم بزنید. اطراف ظرف رو مثل ویدیو دورگیری کنید و مجدد به هم زدن ادامه بدید تا کاملا سفت و ابری شکل بشه و وقتی ظرف رو دمرو میکنیم از ظرف نریزه. پس سفیده ها رو به ظرف دیگری انتقال میدیم و در ظرف میکسر زرده ها رو به همراه مابقی شکر و به همراه وانیل در یک ظرف قرار میدیم و به مدت 5 دقیقه با درجه تند میکسر هم میزنیم تا ترکیب زرده و شکر به صورت حجیم سفید و کشدار بشه. به هم زدن ادامه میدیم تا به این صورت که در ویدیو میبینین روشن و سفید بشه. دورگیری یادتون نره، چون دورگیری گفتیم باعث میشه که ذرات شکر در کناره های کیک باعث ذوب شدن کیکمون نشه. پس روغن رو اضافه میکنیم و به مدت 30 ثانیه با درجه کند میکسر هم میزنیم. وقتی مایه یک دست شد و روغن ترکیب مواد شد، دیگه کاری با میکسر نداریم و زرده به این شکل، به این غلظت و به این صورت در میاد. پس ظرف زرده، سفیده و مواد خشک رو کنار دستمون قرار میدیم که مواد خشکمون رو مثل آرد، پودر کاکائو و بیکینگ پودر رو با هم ترکیب میکنیم، الک میکنیم و البته از قبل من 2 بار الک کردم و با سری آخری که روی مواد میریزیم 3 مرتبه الک شده. هرچقدر که بیشتر مواد خشکمون رو الک کنیم بافت بهتری داره کیکمون. پس مواد خشک رو با هم ترکیب میکنیم و ترکیب سفیده و زرده رو به همراه مواد خشک به صورت یکی در میون اضافه میکنیم، ترکیب میکنیم، آروم آروم هم میزنیم به این صورت که در ویدیو میبینین، به صورت دورانی و به صورت تا زدن مواد رو با هم ترکیب میکنیم. هم زدن موادی که زرده و سفیدش از هم جداست خیلی مهمه که با صبر و حوصله هم بزنیم، چون سفیده یک بافت پوکی داره و با زیاد هم زدن یا با تند هم زدن باعث میشه پف کیکمون بخوابه. پس به این صورت یک بار به صورت دورانی و یک بار به صورت تا زدن مواد رو فولد میکنیم و در آخر مواد خشکمون رو با الک در 2 الی 3 مرحله اضافه میکنیم و مجدد به هم زدنمون ادامه میدیم. به این صورت که در ویدیو میبینین هم میزنیم. دوستان، این روش هم زدنی که میبینید بهترین روش هست. اصلا نیازی به راست هم زدن یا چپ هم زدن همزمان نداریم. این که بگید برای بهتر هم زدن یک بار از راست یک بار از چپ، نه، این کار باعث میشه کیکمون خراب بشه، کیکمون پف نکنه و یک بافت کامل منسجمی رو داشته باشه. من به دلخواه 2 قاشق سوپخوری گلاب دوست داشتم اضافه کردم که اصلا طعمش توی کیک مشخص نیست، ولی به خاطر نرم شدنش 2 قاشق از گلاب رو اضافه کردم. پس مجدد هم میزنیم و موادمون رو در قالب شماره 25 در دمای 180 درجه به مدت 45 دقیقه زمان پخت میدیم و البته از قبل باید فرمون 30 دقیقه گرم شده باشه. پس مواد رو صاف میکنیم در قالب و با 3 ضربه به کف میکوبیم و با خلال چوبی هواگیری میکنیم و به فر انتقال میدیم و در نهایت یه همچین کیک با بافت نرم و لطیفی رو به دست میاریم. کیک یه ذره از داغی افتاد در یک ظرف دمرو میکنیم، کاغذ روغنیش رو ازش جدا میکنیم و مجدد به درون قالب انتقال میدیم
کیک رو با یک چاقوی اره‌ای خیلی تیز برش میزنیم، به 8 قسمت مساوی تقسیم میکنیم و البته میتونید به 16 قسمت هم برای مهمانی هاتون تقسیم کنید و روی کیک رو با خلال چوبی پر از حفره کنید و بذارید کنار. و حالا بریم سراغ تهیه سس شکلاتی. سس شکلاتی خیلی راحته. موادمون رو با هم ترکیب میکنیم، یعنی تمام مواد مثل شیر، شکر، روغن و پودر کاکائو رو در یک ظرف آبگردون قرار میدیم، هم میزنیم و در حرارت خیلی پایین، شعله خیلی کم هم میزنیم. انقدر هم میزنیم تا سس شکلاتیمون به صورت یک مایع غلیظ و نسبتاً روونی در بیاد. پس سس شکلاتیمون که داغ هست به همون صورت داغ روی کیکی که سرد شده و کنار گذاشته بودیم میریزیم و اطراف کیکمون رو یکم جابجا میکنیم تا سس شکلاتی به خورد کیک بره. پس به این صورت یه همچین کیک جذاب و خوشمزه مهمون خونه هاتون میشه. درست کنید و لذت ببرید و اگه از آموزش های ما خوشتون اومد حتما سابسکرایب کنید. نوش جان.